بادمجون بقچه‌ای یه خوراک خوشمزه است که به عنوان پیش غذا مصرف میشه، ولی به نظرم با یه برش نون تازه و سبزی خوردن میتونه یه غذای کامل باشه. یه سس فوق‌العاده هم داره که طعم و خوشمزگیشو چند برابر سلام، من میکنه. مریم امیری هستم. به کانال آشپزی خودتون خوش اومدید. بریم با هم و سریعتر این غذای خوشمزه رو درست کنیم. اول از همه با بادمجون ها شروع میکنیم. بادمجون هایی که داریم رو به این صورت، این قسمت سر بادمجون رو بگیرید. دقت بکنید برای انتخاب بادمجون موقع خرید حتما بادمجون هایی رو انتخاب بکنید که کاملا مشکی باشن. هرچه بادمجون رنگ پوستش تیره تر و مشکی تر باشه، اون بادمجون لذیذتر و خوشمزه تر خواهد بود. خب به این صورت اول دو طرف رو میگیرم. بعد از اینکه این کار رو کردم، به صورت برش های تقریبا نیم سانتی بادمجون ها رو برش میزنم. برای این غذای خوشمزه‌ای که امروز میخوایم درست کنیم، اگر بادمجون هایی رو انتخاب کنید که قدشون بلندتر باشه خیلی خیلی بهتره. منتها متاسفانه امروز ما این دور و بر آموزشگاه هرچه جستجو کردیم بادمجون ها همه کوتاه بودن و نتونستیم بادمجونی رو پیدا بکنیم که کاملا بلند و کشیده باشه. حالا در صورت من با همین بهتون آموزش میدم، ولی شما اگر تونستید بادمجونای بلندتر و کشیده تر رو انتخاب بکنید. همه بادمجون ها رو که من اینجا تقریبا حدود 5 تا دارم به این صورت ببینید و با این ضخامت. خب به این صورت و با این ضخامت همه بادمجون ها رو آماده میکنیم. همه بادمجونا رو مرتب و منظم اینجا چیدم و یه مقدار خیلی کم نمک رو به همین حالت خیلی کم و کاملا به صورت لایه های منظم روی بادمجون ها میپاشیم و حالا میذارم بادمجون تقریبا حدود 20 تا 30 دقیقه به همین حالت باقی بمونه تا اون آب تلخ بادمجون خارج بشه. وقتی این اتفاق میفته بادمجون موقع سرخ کردن خوشمزه تر میشه و یه مقدار روغن هم کمتر جذب میکنه. ولی خب میشه که شما بادمجون رو اصلا نمک نزده مستقیم بلافاصله بعد از پوست کندن و ورقه کردن داخل روغن هم قرارش بدید. پس میذاریم حدود نیم ساعت به همین حالت باقی بمونه. انداختن ورقه های بادمجون داخل کاسه آب و نمک به شدت اشتباهه. بادمجون همونطور که میبینین یه حالت اسفنجی داره و آب رو جذب میکنه. پس وقتی که بادمجون رو داخل کاسه آب و نمک میندازیم خیلی از آب رو جذب میکنه و مزه بادمجون دیگه اون خوشمزگی همیشگی رو نداره. بادمجونا رو میذارم اینجا و الان و تو این مرحله میخوایم موادی رو که داخل بقچه بادمجون میذاریم رو آماده بکنیم. برای مواد داخلش یک دونه پیاز داریم. پیاز رو باید پوست بکنیم و رنده کنیم. ببینین دوستان این قسمت انتهای پیاز، ریشه پیاز رو من جدا نمی کنم و میذارم بمونه تا موقع رنده کردن لایه های پیاز از همدیگه باز نشه. پیاز رو قبل از اینکه پوست بکنید، یعنی یه لایه از پوست خشک اطراف پیاز رو که گرفتید، بعد پیاز رو بشورید و بذارید خوش بشه و بعد دیگه آماده بذارید. خب الان با این رنده ریز من این پیاز رو رنده میکنم. از هر نوع پیازی هم که شما دوست دارید میتونید توی این غذا استفاده بکنید، ولی رنده حتما باید رنده ریز باشه تا بتونیم آب پیاز رو یه مقدار جدا کنیم و اگر پیاز رو با رنده درشت رنده کنیم باعث میشه که چسبندگی گوشتمون کم میشه. خب این رو گذاشتم کنار. حالا یک حبه سیر داریم، من همین رو برمیدارم. این یه حبه سیر رو هم به پیاز رنده شده اضافه میکنیم، یعنی این رو هم یا کاملا له بکنید و یا اینکه به همین صورت یه حبه سیر رو هم رنده بکنید و بیشتر هم نیازی نیست. کاملا سیرم اضافه بشه. خب حالا اینو میذارم کنار و
یه تخته میارم برای خرد کردن جعفری ها. به اندازه 2 تا 3 قاشق سوپخوری هم ما جعفری احتیاج داریم، جعفری خرد شده. جعفری رو فقط ببینین از برگش استفاده میکنم تا جایی که ممکنه ساقه هاشو بگیرید. البته اگر ساقه ها خیلی نازک و ظریف باشن حالا اشکالی نداره که استفاده بکنید. بعد به این حالت خرد بکنید. جعفری ها هم خرد شدن. خب حالا زمانیه که من میخوام گوشت رو با پیاز تفت بدم. بذارید یه دونه دستکش بردارم. خب. اول از همه آب پیاز رو یه کمی میگیرم، خیلی زیاد نه که خشک بشه، ولی در همین حد که آب پیاز گرفته بشه خیلی خوبه. به اندازه کباب کوبیده و اینها نیازی نیست که ما آب پیاز رو بگیریم، همین کفایت میکنه. خب من آب پیاز رو خالی کنم و بیام. خب گوشت چرخ کرده رو به پیاز آب گرفته اضافه کردم. دوستان اندازه مواد لازم همه به طور کامل توی کپشن نوشته شده و همینطور توی ویدیو هم که زیرنویس میشه براتون. زردچوبه رو اضافه میکنم بهش. بعد یه مقدار کم فلفل سیاه اضافه میکنم و نمک. این هم نمک. خب حالا جعفری های خرد شده رو هم بهش اضافه میکنیم. حتما جعفری تازه باشه. جعفری خشک یا جعفری فریز شده اصلاً مناسب نیست برای این غذامون. و حالا شروع میکنیم به مخلوط کردن و ورز دادن مواد تا همه مواد به خورد هم برن، حالت خمیری پیدا بکنن و یک دست و یک نواخت بشن. و اون حالت چسبندگی رو ما توی این مواد لازم داریم و میخوایم حتما. ببینید الان به این حالت، البته با این که هنوز من خیلی کم ورزش دادم، یعنی اصلا ورز ندادم، فقط مخلوط شده، ولی با این حال همین الان چسبندگی لازم رو داره. ولی خب یه کمی بیشتر اینو ورز میدم. بعد از اینکه حسابی ورزش دادید، بعد باید موادتون رو برای همه غذاهایی که از گوشت چرخ کرده به این صورت میخواهید استفاده کنید این کار رو انجام بدید. این مواد رو وقتی ورز دادید یه مقدار مخلوط شد، به این حالت چند بار محکم پرتابش کنید داخل کاسه. این باعث میشه به انسجام و چسبندگی بهتر موادمون اتفاق میفته با این کار. خب اینم که این کار رو هم کردیم و حالا از یه مواد یه توپیای کوچیکی برمیداریم، تقریباً به این اندازه. حالا اگر اندازه بادمجونایی که داریم استفاده میکنیم خیلی کشیده و بلند بودن، ما این مواد رو میتونیم اندازه هاشو بیشتر یعنی بزرگتر برداریم. همه این مواد گوشتی رو به همین اندازه تقریبا میتونم بگم این گلوله ها حدود 30-35 گرمی هستن و تقریبا به اندازه یک گوجه سبز. به همین صورت همه رو آماده میکنم. خب همه گوشتا آماده شد. الان بیایید از نزدیک بادمجونا رو ببینید، رطوبتی که از بادمجون خارج شده. حالا وقتی به این مرحله رسید، ما روی بادمجون ها رو با یک دستمال تمیز خشک میکنیم. دیدیم بادمجون ها رو؟ خب حالا یه دستمال میندازم روش و به این صورت با کمی فشار اینا رو خشک میکنم. حالا میتونیدم اگر بخواین خیلی با وسواس کار کنید اینجوری دونه دونه بذاریدشون لای دستمال و بعدم توی روغن. من فعلا تو این مرحله به صورت کلی آب بادمجون رو گرفتم و حالا یه تابه رو میذاریم روی حرارت، زیرش رو روشن میکنیم و به مقدار کافی روغن میریزم داخل تابه. روغن خیلی زیادی هم نیاز نیست بریزیم، در همین حد کافیه. خب
دوباره رطوبت بادمجون ها رو میگیرم، نمیشورم بادمجون رو، فقط و فقط با دستمال رطوبتش رو میگیرم و بادمجون ها رو داخل روغن قرارشون میدم تا سرخ بشن. اینجا برای سرخ شدن بادمجون نباید بذاریم خیلی رنگ بگیره و اینها. هدف اینه که بادمجون نرم بشه بیشتر. اگر زیادی از حد سرخ بشه و کاملا قهوه‌ای بشه، چون خیلی نازکه خشک و شکننده میشه و ما اون حالت خشکی رو نمیخوایم، چون بعدا نمیتونیم اینها رو بپیچیم و قشنگ اون حالتی که میخوایم نمیتونیم بعدا فرم بدیم. اینم یه جوری جا بدم اینجا. حرارت هم برای این نوع سرخ کردن باید متوسط باشه. همه بادمجونا رو سرخ کردیم و البته حالا الان من این پیاز رو خورد بکنم اول، بعد بهتون نشون بدم که بادمجونا رو در چه اندازه سرخ کردیم. اگر بادمجون رو خیلی سرخ کنیم، قبلا هم البته فکر کنم گفتم بهتون که این بادمجون ها شکننده میشن. باید بادمجون رو خیلی کم سرخ بکنید و علاوه بر کم سرخ کردن، اگر که میخواید بیشتر سرخ کنین تا رنگ بگیره، باید پوستش رو کامل بگیرین، چون ببینید خود بادمجون نرمه ولی پوستش یه مقدار حالت خشک میشه و اون قابلیت در حقیقت رول شدن رو یا تا شدن رو دیگه نداره. خب بادمجونا رو بعد از اینکه سرخ کردیم روی همدیگه قرارشون میدیم تا حالت خشکی پیدا نکنن و نرم بمونن. در حقیقت ما میخوایم که این بادمجونا کاملا نرم باشن. پیاز رو هم برای سسی که لازم داریم نگینی خورد میکنم. خب پیازها رو میریزیم داخل همون روغنی که بادمجون رو توش تفت داده بودیم و میذاریم پیاز سرخ بشه، تقریبا طلایی رنگ بشه. تو این فاصله زیادم هم نمیزنیم که پیاز خوب سرخ بشه. تو این فاصله تا پیاز داره سرخ میشه، من میخوام بادمجونا رو فرم بدم. ببینید کاری که باید انجام بدم اینه که یه تیکه فلفل دلمه رو اول آماده میذارم به صورت 4 گوش. این فلفل رو من خورد میکنم دقیقاً به این اندازه و اینها رو آماده میذارم اینجا. حالا بادمجونا رو روی همدیگه میخوام قرارشون بدم به صورت 1 به علاوه چپ و راست. ما اینجا بادمجون رو قرار میدیم. بعد یه دونه از این گوشتایی رو که قلقلی کردیم و آماده اینجا میذارم و شروع میکنم به بستن بادمجون. ببینید به این حالت. این میشه بقچه بادمجونی که بهتون گفتم. خب حالا بعد از این کار با یه خلال، من خلالم بیارم اینجا، با یه خلال یه تیکه فلفل دلمه و یه دونه هم گوجه، این رو فیکس میکنیم. حواستون باشه این خلال باید بعد از پخت حتما جدا بشه. به همین حالت همه اینها رو من آماده میکنم. خب پیازا دارن طلایی میشن. همینطور که پیاز داره طلایی میشه، من خواهش کردم از یکی از بچه هامون ساره عزیزم که به من کمک کنه تو پیچیدن اینها تا من نکته های سس رو براتون بگم. سسی که برای این بقچه بادمجون درست میکنیم خیلی خیلی مهمه، چون یه بخش زیادی از طعم و مزه این غذا مربوط به سسه، چون وقتی میجوشه همراه با سس تمام طعم و مزه سس رو به خودش میگیره. پیاز رو که براتون گفتم کاملا نگینی میکنیم، سرخ میکنیم تا طلایی بشه. حتما به پیاز اون لحظه‌ای که دیگه داره طلایی میشه زردچوبه رو اضافه کنید و یه مقدار کم زردچوبه رو تفت بدید. این کار باعث میشه هم مزه و عطر و بوی زردچوبه خیلی بهتر بشه و همین که رنگ و روش هم خیلی باز عالی میشه.
خیلی خیلی کم فلفل سیاه میزنیم. بعد یه مقدار کم باز هم پودر سیر میزنیم. ما یه دونه سیر تازه داخل مواد گوشتی رنده کردیم و یه کمی پودر سیر هم اینجا و رب اضافه میکنم بهش. اینم از رب گوجه. رب حتما یه مقدار تفت میدیم تا تغییر رنگ و تغییر مزه بده. دوستان گاهی اوقات دوستان به من میگن که خب رب که همیشه پخته شده، یعنی رب در حقیقت گوجه‌ایه که صاف شده، آب گوجه‌ایه که انقدر پخته شده ساعتها تا غلیظ شده، پس رب خام نیست. چرا میگید که رب و تفت میدیم تا بوی خامیش بره؟ ببینیم بچه ها، ببینین دوستان، در حقیقت رب خام نیست، ولی با تفت دادن مزه رب کاملا عوض میشه. دقیقاً مثل این که شما اینو در نظر بگیرید، سیب زمینی پخته یک طعم و مزه‌ای داره، سیب زمینی سرخ شده یه طعم و مزه دیگه و هر کدوم از این مواد همین حالت رو دارن. ربم خام نیست، پخته شده است، ولی وقتی که تفت داده میشه تو روغن مزهش خیلی خیلی بهتر میشه. خب رب یه مقدار تفت میدیم، بیش از حد نباید رب تفت بدیم، حواسمون باشه که نسوزه ربمون. و حالا بهش یه مقدار آب اضافه میکنم تا این سس یه کمی رقیق بشه. ببینید در همین حد آب کافیه و ما آب زیادی نیاز نداریم. خب حالا میایم اینجا و نمک زدم ساره؟ نمیدونیم؟ نزدیم. خب نمک رو بچه ها میگن نزدم، من یه ذره نمکم میزنم، البته کم، چون بادمجون ها که نمک دارن و ربم معمولا چون حین پخت رب بهش نمک زده میشه، ربم خودش نمک داره، پس نمک رو دیگه توی سس خیلی کم میزنیم. حالا تو این مرحله تمام این بادمجون هایی که به این شکل همراه با گوشت و فلفل و گوجه در حقیقت بقچه شدن رو، ما اینا رو دونه دونه میایم داخل این سس قرارشون میدیم. ببینید سس باید به اندازه‌ای باشه که بادمجونا داخل سس غرق نشن، یعنی نصف بادمجون داخل سس قرار بگیره همین کافیه. اگر مقدار سس خیلی زیادتر از این باشه، خب طبیعتاً باید زمان زیادی رو براش بذاریم تا این سس بجوشه و غلیظ بشه و تبخیر بشه آب اضافش، و در این صورت دیگه بادمجون ها کاملا له شدن. پس سس رو کم در نظر میگیریم. همه مواد رو بچینم، همه بادمجون ها رو. داشتن یه همکار خوب و یه دوست کاربلد در کنارتون یه حس عالی عالیه واقعا. مرسی. خب همه اینا رو چیدیم، درشو میبندم، حرارت رو کاملا کم میکنم. این یه دونشون کج شده بود، من صافش کردم. حرارت رو قشنگ کم میکنم، همین جور که میبینید آروم آروم حدود 20 دقیقه میجوشه و بعد بقچه بادمجونای خوشمزمون آمادن. خب بقچه بادمجون خوشمزه گویا آماده شده. به به، ببینید. خب من یه دو سه تا دونه از این گوشتامون اضافه اومد دیگه، برای اینکه اسراف نشه همینجوری تنهایی انداختیمش توی این ظرف و گفتیم که همینجا بمونه و بپزه. خب به این صورت اینا رو آماده میچینیم داخل بشقاب و ببینید دیگه آماده سرون. خوشحالم که این ویدیو رو تا انتها دیدید.